آماده اید وارد دنیای لوکس ترین برج تهران بشید؟ جایی که تنها افراد خاص اجازه ورود دارن. اما ما امروز قرار دروازه های این برج مخفی و رویایی رو به روی شما باز کنیم. چیزی که میخواید ببینید فقط یک ساختمون نیست، بلکه سبک زندگی افرادیه که تهران رو از ارتفاعی میبینن که دیگران فقط میتونن توی خوابشون تصور کنن. به برج باغ هرمس خوش اومدید. ماجرای این برج از یک زمین 6000 متری توی محله فرشته شروع شد. شایعات میگفتن که این زمین برای ساخت یک پروژه فوق سری کنار گذاشته شده. پروژه‌ای که قرار استانداردهای زندگی لاکچری توی تهران رو متحول کنه. اما کسی باور نمی‌کرد که نتیجهش به این اندازه حیرت انگیز باشه. 27 طبقه، 3900 متر فضای سبز و امکاناتی که حتی تصورش هم برای خیلی ها دور از دسترسه. تصور کنید وارد لابی میشید. سقف‌های بلند، طراحی مدرن و لوسترهایی که شبیه به جواهر می‌درخشن. حس می‌کنید توی فیلم‌های هالیوودی هستین. اما این فقط شروعه. از استخر 500 متریش گرفته تا سالن بدنسازی و اسکواش، همه چیز برای کسایی طراحی شده که بهترین رو میخوان. اما اینجا فقط یه برج نیست. اینجا یک جامعه خاص از افرادیه که همیشه توی سایه هستن. کسایی که اسمشون رو نمیشنوین، ولی قدرت و ثروتشون در تمام تهران حرف اولو میزنه. زندگی در برج باغ هرمس فقط خریدن یک آپارتمان نیست. اینجا شما باید وارد دنیای یه طبقه جدید بشید. حالا این سوال مطرح میشه: چطور میشه به همچین برجی راه پیدا کرد؟ قیمتی که برای هر متر مربع اینجا در نظر گرفته شده یکی از بالاترین ها توی تهرانه. حتی اگه پولشو داشته باشید، باید بتونید با جامعه خاص اینجا هماهنگ بشید. به نظر شما زندگی توی چنین برجی ارزشش رو داره؟ حالا که اینجا رو دیدین، شما میتونید قضاوت کنید. برج باغ هرمس فقط یک ساختمون لوکسه یا یه نماد از زندگی فراتر از تصور؟ توی کامنت نظرتون رو بنویسید. اگه از این ویدیو لذت بردین و میخواید ما بیشتر به لوکس ترین مکانهای تهران سر بزنیم، کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.